سلام بچه‌ها. سلام. حالتون چطوره؟ بالاخره امروز از راه رسید و چقدر تا الان براش استرس کشیده بودم. بله برون واقعا ساده ترین مراسمیه که مثلا قبل از ازدواج برگزار میشه و من و ممرزا انقدر سر همین مراسم ساده استرس کشیدیم که فقط خدا میدونه واسه مراسمای بعدی قرار چی به سرمون بیاد. آقا الان ساعت 10:30 صبح و من باید آماده بشم وسایل مورد نیازمو جمع کنم که برم آرایشگاه. الان از خواب بیدار شدم، دوش گرفتم و دارم میرم سراغ چند تا چیز خیلی مهم. و اونجا قراره میکاپ بشم و موهامو درست کنن و خلاصه اونجا منو آماده میکنن. پس توی این ویدیو با من همراه باش. توی این مسیر یه همراه و همسفر خوب داریم که با مجسمه فرقی نمی‌کنه. باش میشه. میای امروز؟ خدایی میای با هم؟ با تمام وجود. مثلا سر میره. آره دومادی خب این لباسمه. شما ندیدید لباسمو؟ نه دیگه کجا میخواستم بهتون نشون بدم. اینو باید ببرم با خودم و ساکمم بستم. بزن بریم سالن. خب دوستان، با ریلکس ترین داماد دنیا طرفید که اصلا هیچ استرسی ندارم. ساعت 1 من هنوز آرایشگاهم نرفتم. الان اومدیم جلوی در گل فروشی ببینیم دسته گلی که به آب دادیم چیه. دیروز سفارش دادیم، می‌خواستیم مثلا خیلی متفاوت باشیم. بریم ببینیم چیکار کردیم. دسته گلی که سفارش داده بودیم کلاً با چیزی که اینا آماده کرده بودن مغایرت داشت. یعنی من این دسته گل سفارش داده بودم که دسته گل آفتاب گردون بود، ساقه‌هاش هم بلند بود و روی زمین قرار می‌گرفت. ولی وقتی رسیدم اونجا دیدم تاج گل برام درست کرده بودن. چون هم دیر شده بود دیگه نتونستم چیزی بگم. همونو قبولش کردم. نظر راجع گل چیه؟ اون چیزی که سفارش داده بودیم نشد. آره. بعد خیلی عین به قول قدیمی سر کچل بود. خیلی از اون چیزی که ممرزا واقعا گفت بهشون هم خیلی خالی تر. گفتم پرترش کنیم. آره. خب من رسیدم. اینم لباسم. خوشگلیاسیون رو شروع کنیم. خوشگلیاسیون. آره. خب دیگه توی سالن میکاپ منتظر نشسته بودم که کارامو کم کم شروع بکنن. اینم میز میکاپیه که میبینید و تمام لوازم آرایشی‌های مورد نیاز برای یه میکاپ ساده و گوگلی واسه یه عروسی که بله برونشه رو اینجا میبینید. ایشونم میکاپ آرتیست عزیزمه. امروز قرار منو خیلی خوشگل کنن. سلام. مگه نه؟ خوشگلم میکنی دیگه. خوشگل هستی. قول میدی خیلی خوشگلم کنی. مرسی. میکاپم مرحله به مرحله و با حوصله زیاد داشت انجام میشد. دوستای گلم، همونطور که دیدید رفتیم یه سری به دسته گل زدیم، پیگیر کیک شدیم، یه کیک سفارش دادیم، 3 تا با همون دسته گل و میادش به همون گل فروشی. پس از اون بابت خیالمون راحت. یه سری باکس سفارش دادیم برای بله برون که اونا رو زحمت شما مامانم اینا دارن میکشن از تهران دارن میارن. ولی خود من کلا چیکار دارم؟ یه آرایشگاه برم، کت شلوارمو بپوشم، موهامو استایل کنم، برم دنبال هیوا، بریم دسته گلو کیکو تحویل بگیریم. الانم اومدم آرایشگاه. برو بریم. چی بگیم؟ چی میخوای بگی؟ آوردمش با آرسان. آره اومدیم یه شعبه دیگه همون سوهل موامونو این سری یه درجه دومادیشو برد بالاتر. درسته؟ آره. این پشتشو کوتاه کردیم، پشت موه که میگفتن پشتشو فلان داستان برای زدم آخر. آره اون پشت مو کفتریه رو انقدر بچه‌ها تو کامنت ها گفتن دیگه. همون سوهل زحمت کشید برش داشت و الان هم می‌خوایم بریم برای فید این گوشه‌ها و ریش و سیبیل و برش هم که ادامه ماجرا. توی آرایشگاه هم عمو سوهل حسابی برای موهای من وقت گذاشت، قشنگ دور تا دورشو کوتاه کرد با حوصله. بعد از این چیز سبزا کرد تو دماغم کشید. اخ چه دردی داشت نگم براتون. بالاخره من داماد بودم و باید حسابی به خودم میرسیدم و همه خدمات آرایشگاه رو استفاده میکردم. خیلی هم دیرم شده بود، باید میرفتم سری دنبال هیوا. هنوز کت شلوارم هم تنم نکرده بودم. آقایون و خانم ها، شادوماد ملاحظه میکنم. دوماد فقط شب عروسی که بهش نمیگن دوماد دیگه، تو کل این مراسم دوماده. فقط احساس میکنم یه مقدار شبیه نزول خورا شدم که اونم اشکالی نداره، کت شلوار بپوشم کاورش میکنه. برم سری کت شلوار رو بپوشم و بریم سراغ هیوا. بچه‌ها خیلی خوشگل شدم، تموم شد، آمادم. فقط اینکه این نورا صبح تا حالا واقعا چشممو کور کرده دیگه، خسته شدم انقدر جلو نورم. بچه‌ها من اومدم خونه برای پوشیدن کت شلوار. عمو داره فیفا میزنه، گوشا هم داره ابروهاشو برمی‌داره. من باورتون نشه هیچ کدومو دروغ نگفتم. 1 2 3. بچه‌ها چطورم؟ خوب شدم یا نه؟ شبیه آدم حسابیه شدم؟ ای بک. دور بزنم شما رو ببینید. اوکی همه چی؟ اینم کفش. اینو می‌بینید؟ خب. برو که رفتیم. من خیلی نباید دستام بدم بالا، درسته؟ باید اینجوری برسم. نه بالا هم میتونی بدش کنی. نه اینجوری نکنم. اصلا دوماد اینجوری نمیکنه. شیک.
کش اسمی بله برونه بله برونه سلام علیکم. ببینید کی اومده دنبالم. از عروس خانم رونمایی کردی بچه‌ها ببینن؟ آره یه نیمچه. چقدر خوشگل شدی. الان دیدی تازه؟ وای آره اونجا اونقدر استرس داشتم. دندونت رو جلبیه پاکش کن. ببینم پاک نشد. برس کن. بله دوستان اینم از هیوا خانوم. سلام من عروسم. تو عروسی؟ تو که عروس شدی. خوشگل شدم؟ خیلی قشنگ شدی. آفرین. الان عروس نیستی ها؟ آره. الان بله برونی. نیمچه عروسم. تو عروس بشی میخوای چیکار کنی؟ واقعا منظورم چیه که تو بله برون لباس عروس پوشیدم تور گذاشتم با خیلی قشنگه که. برای عروسی احتمالاً مجبور میشم بزرگترین تاج خاورمیانه رو بذارم سرم. کدوم عروسی؟ همین عروسیه. دیگه همه کار کردیم دیگه عزیزم. وقتی الان دیگه انقدر تو تجملات به خرج دادی همین عروسی. مگه همه چی به لباس عروسه؟ آره دیگه. نه باید تالار بگیری برام. تالار گرفتیم اینجا. نه تالار نگرفتیم سالن گرفتیم. دوستان مهمونامونم هستن تمام شده. بعدم با ممرزا رفتیم گل رو تحویل گرفتیم که چقدر بزرگ بود. واقعا جابجا کردنش خیلی سخت بود. بچه‌ها عمو نازنین برام گل آوردن. الان من یه نیم ساعتی میشه که توی سالنم و منتظر خانواده ممرزا هستیم که دیگه بیان و خسته نباشی. سلامت باشین متشکرم. خب. حلقتو نشون بچه‌ها بده. نشون دادم نشون یه بار ندادم دیگه نشون بده فکر کنم. دوستان. این حلقه هیوا خانومه. یه حلقه طلاییه که متاسفانه من موفق نشدم اسمش رو روش بنویسم. رنگش هم طلایی نیست. طلا نیست از مگه؟ جنس طلا میگه یه حلقه طلایی حالا مثلا میشه گفت از جنس طلا. خیلی طلا انقدر رقصیدیم بچه‌ها اینجاتون خالی. من الان پام داره میشکنه. بعد تو تازه با کفش اسپورت رقصیدی. من تمام مدت با کفش پاشنه انقدی داشتم میرقصیدم. انقدی. اینم یه ویدیوی دیگه از مجموعه ویدیوهایی که دوست داشتید همیشه از ما ببینید. خیلی واقعا بهتون میگم که واقعا سخته در حین برگزاری این مراسم‌های مهم همزمان ویدیو هم ضبط بکنیم. خیلی سخته برامون. مثلا پوشش مهمونا و اینا خیلی آره مثلا دشواره ویدیو گرفتن. مثلا مهمونا خب به هر حال نمیشه انداختشون تو ویدیو اینا. میخوام بهتون بگم که در کل داریم این کار سخت رو انجام میدیم فقط به خاطر اینکه شما خیلی علاقه دارید. خیلی ممنونم که توی این ولاگ هم همراه ما بودید. تو ولاگ‌های بعدی دیگه ان شاءالله ما عقد رو داریم، هنوبندون، پاتختی، عروسی، دوماد برون، چمدون برون. بچه‌ها میگم حالا طلاق. تربیت. ببخشید. بچه‌ها میگم حالا عادت نکنید به این مدل ویدیوها. بعد ویدیوهای مثلا عادی خودمون رو بذارین نگاه نکنید. اینجوری نیست. این ویدیوها یه روزی تموم میشه. ما بالاخره یه روزی ازدواج می‌کنیم سر خون زندگیمون دیگه ویدیو عروسی نداریم براتون. همش باید جشن بگیریم ویدیو بگیریم. مثلا هی مناسبت‌های مختلف ما هی جشن هی ولاگ هی جشن هی نه خواهشاً که ویدیوهامون رو ببینید دیگه. خدافظی کنم. خدافظ. نمیخوام تموم شه این روز زیبا. کاری ندارید. مرسی که ویدیو تا آخر نگاه کردید. من عروس شدم. ان شاءالله تا عروسی واقعی منتظر ما بمونید. خدافظ. ای وای. شاباش. ای وای. همش شاباشه. چقدر پول. بده دیگه. چی بدم؟ بابا منم عروسم یعنی چی؟ نه اینا رو میخوام طلا بخرم برات. دروغ نگو. به خدا. خب بده بشمار. این بدم به دیگه بر نمیگردونی. آی چقدر گفتی تو جیبای دیگه هم هست کو؟ نه همه رو یکی کردم.